بسم الله الرحمن الرحیم سوره را به نام سوره معارج یاد میکنه. معارج به خاطر میگه که مراد از معارج یا مرتبه های بلند است، یا آسمان ها را میگه، یا راه هایی که ملائک در اونجا بالا میروند، او را به نام معارج یاد میکنه. و این بزرگترین دلیل بالای نظم و نظام الله است که الله تبارک و تعالی این مخلوق پایینه توسط مخلوق بالا انتظامش برش فرمان میده و یا اجرا کرده رایسته. ملائک دینمی راه ها رفت و آمد داره، کسی اعمال انسانی را کسی روح ها را بالا میبره، کسی رزق پایین میاره، کسی بارانا را پایین میاره. اینمی مخلوق الله در نظم و نظام الله امی رقم مکلف که هیچ نوع سرکشی دو نیست. دیگه انسان هم باید امی رقم سرکشی نکنه. از این خاطر سوره را به نام سوره معارج یاد کرده. یا سوره مکی است که اکثر تمرکزش سر بحث قیامت است. 79 سوره است که قبل سوره نساء و بعد سوره حاقه نازل شده. ارتباط سورت قد ما قبل، در ما قبل الله ذکر عظمت بزرگی قرآن، شان قرآن ذکر کرد و همچنان بزرگی عذاب الله تبارک و تعالی را ذکر کرد. در اینجا الله زجر میده بالای درخواست از یا که شما عذاب بقدر بزرگ است بازا میخواهی عذاب خیر است میرسه براتون. یا است که در ما قبل الله اوصاف منکرین ذکر کرده بود که انهم لا کانوا انه کان لا یؤمن بالله العظیم بود. در اینجا الله تبارک و تعالی اوصاف مؤمنای واقعی را ذکر میکنه که مؤمن کدام مردم و طایفه است. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. سأل سائل، سوال کرد سوال کننده، بعذاب واقع، به عذابی که واقع شونده است. یعنی سوال کننده سوال میکنه از عذابی که واقع شونده است. این نضر ابن حارث بود. هر کسی که همینطور باشه، کسایی که از عقیده به آخرت نداره و وقتی که در خیلی زد و زد بازی گیر بیا میگه بیار اما عذاب که آمده نیسته. للکافرین، برای کفار، لیس له، نیست به این عذاب دافعون، کسی دفع کننده و عذاب واقع شده نیست. من الله، از جانب الله، ذل معارج، ای که صاحب مرتبه های بلند است یا انعامات یا درجات بلند است. کلی از یاره یا صاحب آسمان هاست، معارج آسمان هم میگه، مرتبه های بلند هم میگه، راه ها را هم میگه، درجات بلند هم میگه. کلی معانی درست است. تعرج الملائکه، بلند میره و ملائک و روح جبرئیل امین الیه، بسوی الله تبارک و تعالی، فی یوم که واقع میشه در این روزی کانه که از مقداره اندازه بالا شدنش 50,000 سنه 50,000 سال. 50,000 سال یعنی رای بالا شدن ملائک و جبرئیل امین از این دنیا تا عرش 50,000 سال میشه. چرا که از یک آسمان تا آسمان دیگه بگوی رای چیسته 500 ساله است. 500 ساله است. این مقداری که یا تا چی را پیش الله تبارک و تعالی در عرش میره 50,000 سال را جور میشه. یکی یا است که مراد از چیسته فی یوم کان مقداره 50، این تعلق به واقعین میگیره. در تعرجم تعلق میگرفت. تعرج میبره الملائکه، ملائکه و روح جبرئیل امین الیه، بسوی الله، فی یوم، در روزی که کان مقداره است، مقدار و اندازه امی روز 50,000 سنه 50,000 سال. اینه یکی. یا است که تعلق به واقعین میگیره. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرده سوال کننده از عذابی که واقع شده نیست. در کدام روز؟ فی یوم، در روزی که او عذاب واقع میشه که کانه هست مقداره، مقداری امروز که قیامت است 50,000 سنه 50,000 سال. 50,000 سال مقداری از روز است. اونجا خو روزا چی است؟ 1,000 سال است و اینجا میگه 50,000 سال. آلی تضاد میه جواب است که 1,000 سال اما ادنا برای کسی که مؤمن است در مورد از اوست، اما کسایی که کفار است برای از خیلی زیاد دور و دراز میشه. یعنی حالات متنوع داره. مقدار قیامت امی قدر میشه، یک روزش نه اونجا امی عذاب کی واقع میشه به این اندازه است. از همین خاطر یک تعداد علما قائل به است که جهنم در آخر خاتمه پیدا میکنه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه امی نظر داره که دائمی نیست جهنم، یعنی از بین میره. لیکن علمای دیگه نظر شیخ الاسلام رحمت الله علیه را سخت رد میکنه. چرا که در آیات قرآن کریم مسئله خالدین ابدا خیلی زیاد میه چیسته
از او خاطر میگه این دائمی است. و از اینی گپام میگه که نه مقداری و نمو عذابی که واقع میشه اینی قدر است و بعد از او خاتمه پیدا میکنه. لیکن قول شیخ الاسلام خیلی علما رد کرده. فاصبر صبرا جمیلا. عالی الله میگه که وقتی یا اینقدر جرأت پیدا کردن سوال از عذاب میکنه که کی واقع میشه، اینقدر جرأت پیدا کردن گستاخی میکنه، این خو خیلی درد میده آدمه. چرا که از پیشت مطالبه عذاب بکنه و عذابم برش نبیاری. الله میگه به پیغمبر علیه السلام فاصبر صبرا جمیلا، ای صبر کو پیغمبر علیه السلام به صبر جمیل. صبر جمیل امور میگه که شکایت به مخلوق نکنی، امور رقم قطی خود هر چیزی که سر تیر میشه شکایت به مخلوق نکنی. انهم يرونه بعیدا، این مردم میبینه ی عذاب بعیدا دور و نراه الله میگه ما میبینیم قریبا که نزدیک است. یوم تکون السماء، در روزی که میگرده آسمان کالمهل به مثل آب شده ذوب شده واره گداخته، یا مهل به مثل چرک تیل واره. و تکون الجبال، میگرده کوها کالعهن به مثل پشم رنگین. چرا؟ کوها رنگای متنوع داره، پشم رنگین هم که نداف شوه داوا بالا شوه رقم معلوم میشه. ولا یسأل حمیم حمیما، سوال کرده نمیشه و حمیم از یک دوست، حمیم از دوست دیگه در موردش. چرا؟ هر کس در غم مصیبت خود مبتلاست. یبصرونهم، در حالی که نشان داده میشه دوستان به دوستان، یا دشمنا برای دوستان یا دوستان برای دشمنا، هر کدامش نشان داده میشه برش. خو اینجا معتبر است که دوستا به دوستا نشان داده میشه، خو یکی از دیگر دفاع کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطر که حالت هیبتناک است، هر کس در غم خود است. یود المجرم، که تمنا میکنه آدمی گناهگار لو یفتدی، اگر فدیه بده عوض بده من عذاب یومئذ، در بدل عذاب یمی روز ببنیه، به اولادای خود. کدام عذاب است؟ روزی است که عذاب میایه اگر دمی موقع عوض گرفته شو اولادی تا پیش میکنی و صاحبتی زنی خدا پیش میکنی خانمی خدا و اخی، در روزی که عذاب واقع شوه اگر عوض پذیرفته شوه به برادری تا پیش میکنی و فصیلته قبیلتا التي امو قبیل قوم تویه که او را جای میداد در وقت مصیبت در وقت تکلیف از او پشتیبانی میکرد. و من فی الارض جمیعا، کسی که در روی زمین است تمامی کلگی حاضر بودی که در فدیه و عوض بودی. خود ثم ینجیه، بعد از الله را نجات میداد. این تو روز آمده نیست، این تو روز آمده است او تو خبر نداری. کلا نه 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 نه، اج مناسب نیست این مردم ها که اقدر در غفلت رفتن، اقدر نعوذ بالله دنبال دنیا دویده رایستن، غافل از آخرت هستن، اقدر سرکشی کردن نعوذ بالله، نه نماز نه روزه نه زکات، اقدر عیش و عیش پرستی، اقدر فحاشی. کلا نه 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 میزی به ایگا پا. اینهای دوزخ آتشی است لظا، یک شعله زننده است، نزاعتا کشنده است للشوا، پوستای کلی اعضاره یک دم در میگیره. تدعو میخوانه من کسی را ادبره که او پشت دور داده در قرآن، در نصیحتهای قرآن، در مسائل دین و تولا اعراض کرده. ادبره از نگاه عقیده پشت دور داد نپذیرفته و تولا از نگاه عمل نکرده. و جمع کرده شب و روز، صبح میبره خفتن 11 بجه میایه، امو ترده خسته و مانده خدا میپرته، تلویزیون سعی میکنه 5 وقت نماز تیر میشه، هیچ خبر نداره. و جمع میکنه، سوال نمیکنه که این کار برام حلال است یا حرام است، این مال حلال است یا حرام است. مثل امروز واره، الله رحم بکنه. مردمی را نمیگه که قطعی کی کار میکنم، چی کار میکنم و چی قسم کار میکنم، بس میگه پول زیاد داره. با الله قسم پیش الله رفته نیستی. الله تو محاسبه قطعت بکنه که پرسان نکن. تو خوش هستی که بلدنگا را جور کردم، این ده ناسه و نبیره خود گذاشتم، ناسه و نبیرم لعنت سری تو میگه که وارم به می حرام مبتلا کرده ای. تو سعی نمیکنی. امروز اینمی حالات است، هر کس تلاش داره که در جای بره که پول زیاد باشه، این سعی نمیکنه که شریعت برام اجازه میده که کار کنم یا نه. و جمع کد مالا، اقدر حرس زیاد داشت، فاوعا نگاه کد خزانه کد مالا، نه در راه الله مصرف کرد، نه حقی مسکین شناخت، نه حقی فقیره، نه حقی الله را، هیچ کدام، بس مست و ملنگ میگرده. ان الانسان خلق هلوعا، یقینا انسان آفریده شده هلوعا،
بی ثبات است، حرصناک است، کم همت است. ابن عباس رضی الله عنه میفرما تشریح آیت خود دی قرآن میکنه. اذا مسه الشر هلوعا میگه وقتی که میرسه برش تکلیف، درد، رنج، جزوع، فریاد میکنه، صبر و استقامت نداره، وی 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 کنه. و اذا مسه الخیر وقتی که خیر برش میرسه، مال، دارایی، صحت، خوشحالی، منوعه، باز بالکل بخل کننده است، من نمیکنه، هیچ درایش مصرف نمیکنه، علم، قوتی خدا، مال خدا، اینی را انسان هلوع میگه. انسان فریده می رقم شده، قدرت الله است. خب بله استثناء داره، بله داره. الا المصلین، بجز از نمازگزارا. یک علامه امی مردمی که اینطور نیسته و نمازگزار مردم هستند، مردمی که رابطه خدا با الله قایم کرده و واقعا میفهمه که در وقت مصیبت چی کنم و در وقت نعمت و خوشحالی چی کنم، و میفهمه در مصیبت صبر و استقامت کار میگیره، در وقت خوشحالی و نعمت آن چیزی که مناسب است او را انجام میده و ای را مهارت خود فکر نمیکنه بلکه شکرگزاری نعمت الله را میکنه. با جز از نمازگزارا، کدام نمازگزار؟ در دیگه جای قرآن کریم مقیمین صلات میگه، اینجا تنها مصلین گفت، پشتی سر ای را تشریح کرده، عینا موضوع اقامت بیان میکنه، از خاطر اینجا تنها مصلین گفت. معلوم شد که بعد از ایمان اول علامه مسلمان نماز است. نماز مهمترین چیز در زندگی انسان نماز است. الذين هم على صلاتهم، و مردمایی که بالای نمازهای خود دائمونه، همیشگی میکنن. اینطور نیست که یک وقت میخونه دیگه وقت نمیخونه. اگر موقع برابر شد، اگر آبی گرم بود، اگر تشنابی صحیح بود باز میخونه، اگر نبود باز دیگه در یادش نمیاد. اکثر مردم افغانستان همینطور است، اگر موقع برابر شد کدام جای میخونه دیگه هیچ گپی نیست. والذین، مردم فی اموالهم، که در مالایشان حق معلوم، حصه مقرر است. اگر زکات است، اگر غیر از صدقات دیگه است، حصه معلوم امور میگه که در یک موقع ضرورت برش پیش میشه که این چیز باید مصرف شوه. للسائل، برای کسانی که خود سوال میکنه، طلب میکنه مال، و المحروم، به او کسایی که وا به بهره است، سوال نمیکنه، حیا داره، شرم داره، عزت و آبرو داره، اگر چه نیاز داره. در سوره چیسته بقره بر ما اونجا گفته که شما به علامات وره میشناسی که واقعا چیزی نداره. والذین یصدقون بیوم الدین، و کسانی که تصدیق میکنه روزی پاداش و جزا را، روزی که قطع تو معامله میشه. والذین هم من عذاب ربهم، و کسانی که از عذاب پروردگار خود مشفقون، ترس داره که عذاب الله مرا فرا نگیره. ان عذاب ربهم، یقینا عذاب پروردگارشان غیر مأمون، چنان است که از آدم ایمن نشوه او ایمن شدم نمیتونی. یعنی باید انسان از او خوف داشته باشه، آمادگی و تیاری برایش بگیره. والذین هم لفروجهم حافظون، او مردمایی هستند که برای اعضای شهوت خود حافظون، نگهبانی و مراقبت میکنه، در جای غلط استعمال نمیکنه، از عفت و پاک دامنی کار میگیره. الا علی ازواجهم، مگر به ازواج خود، جفت و جوری خود، او ما ملکت ایمانهم، یا آن چیزی را که مالک شده دستای راستشان، یعنی کنیزا و غلاما. کنیزا غلام نه، فانهم غیر ملومین، یقینا و در این مورد ملامت کرده نمیشوند. در اینجا فقط دو موضوع را الله خاص کرد، یکی عقد نکاح و یکی که کنیزه در جنگ اسیر بگیری و امیر اسلام او را حکم کنیز بده و در تقسیم تو برسه. از اینجا الله تبارک و تعالی راههای استفاده را مکمل مشخص کرده. فمن ابتغا، کسی که طلب میکنه وراء ذلک، ما سوای نمی دو چیزه، فاولئک، ایتور مردم هم العادون، و تجاوز کننده است از حدودی که الله مقرر کرده. والذین هم لاماناتهم، کسایی است که و برای امانتهای خود و عهدهم، بر تعهدات خود، راعون، لحاظ میکند. امانات ذمه‌واری که در بالای تو است، چی از جانب الله باشه و چی از جانب مخلوق باشه. پرداخت از زیر امانت میگه. نماز امانت است، زکات امانت است، حج امانت است، روزه امانت است، هر چیزی نمیطور. تلاوت قرآن امانت است. این کلش امانت های الله تبارک و تعالی پیش توسته. اعضای خودت هم امانت است، چشمینت امانت است، گوشت امانت است، لبت، زبانت، کل دستت، پایت امانت است. باید در جای مناسب استفاده و استعمال بکنی، غلط جای استفاده نکنی. اگر غلط استفاده کردی امانت خیانت کردی. از او خاطر اینجا کلمه امانات گفته جمع. و عهد چی را میگه؟ پیمانی که در بین دو نفر
چیستا قرار میگیره، او را به نام عهد یا تعهد یاد میکنه. چی از انسان قطع الله باشه و چی از انسان قطع انسان باشه، اردویش شامل میشه. وقتی تو کلمه طیبه را خواندی، تعهد و پیمان به الله بستی که من مکمل فرمانبردار نظامت هستم. یا تعهداتی که در بین بنده ها میشه. مهمترین تعهد در بین بنده ها عقد ازدواج است. زن و شوهر یکی با دیگه پیمان میده که ما مطابق فرمان الله یکی با دیگه متعهد هستیم، یعنی مسئولیت خود ادا میکنیم. پس کسی که در این مسئولیت ها چشم پوشی میکنه، سهلنگاری میکنه، این در حقیقت خلاف تعهدات میکنه که در اینجا الله در صفت مؤمنان ذکر میکنه که مؤمن کسی است که پابندی تعهدات خود داره. والذین هم بشهاداتهم راعون، گفته راعون، راع چوپان میگه او اینجا لحاظ کردن میگه، یعنی همیشه زیر مراقبت گرفته که خیانت پیدا نشوه، عهد میده نشوه و من ملامت نشوم. تو تلاش داری که من ملامت نشوم، او هم اگر همینطور تلاش داشته باشه، زن لایده تلاش، مرد لایده. تعهدی چی است؟ بگه شرکت است، تعهدی مضاربت است، تعهدی اجاره است، مختلف تعهدات و قرارداد است. والذین هم بشهاداتهم قائمون، او کسانی مؤمنان واقعی و کسانی هستند مسلمین که وا به شهادت های خود قائمون، بالکل قائم هستند. شهادات عام است. اگر شهادات بالای مسائل حق باشه یا شهادات بالای حق بنده ها باشه، سر کلی ازی به انصاف شاهدی میده. تو نیست که وا انحراف کنه، طرفداری کنه، این کار نمیکنه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینا و او کسانی است که بالای نمازهای خود یحافظون، محافظت میکنه، یعنی کل اجزای نماز خود حفاظت میکنه. سنن، مستحبات، خشوع، در وقت و وعده خواندن، به جماعت خواندن، رعایت واجبات و فرایض و سنن و مستحبات مکمل میکنی. اونو را میگه حفاظت نماز. قضا از پیشش نمیشه. اولئک، اینمی مردم که موصوف به این صفت است، فی جنات مکرمون، در باغاست، مکرمون عزت داده شده برشان. فما للذین کفروا، چی شده کفار قبلک که بسوی تو مهطعین، به شتاب میدوند، عن الیمین، از طرف راست، و عن الشمال، از طرف چپ، عزین، گروه شده. ایطمع کل امرئ، یکی از جمله اعمال ناروای مردم کفار همی بود. پیش پیغمبر علیه السلام می آمدن، در ظاهر فکر میکردی که این یا برای شنیدن قرآن آمده، حالان که منظورشان آمدن در گرد و بر پیغمبر و یک دفعه ریشخند میزدن که چی میگه. عالم در بعضی مراکز همیطور است، ترجمه قرآن که میکنه مردمای بدبخت که آمده باشه چند دقیقه میشینه که باز برایه چی میگه، ای اولیا را قبول نداره، اینطور است، از خود تهمتا را بسته میکنه، بیرون میبره. اینی گروه است. در اون جمع در اون زمان هم با پیغمبر علیه السلام این گروپا می آمد. ایطمع کل امرئ، آیا طمع داره هر کدام از شخص منهم از یا ایدخل جنت نعیم، که داخل کرده شود جنتی که صاحب نعمت است. کلا نن قطعا داخل نمیشه. انا خلقناهم، یقینا ما پیدا کردیم یاره، مما یعلمون، چه ارزشی یا داره خبر ندارن. ما خیار پیدا کردیم از آن چیزی که خود میدانن که از نطفه پیدا کردیم. چی مقام داره؟ یا این قدر خود کلان میتراشن، در کدام مستوى قرار داره؟ ابتدای خودم نظر کردن. فلا اقسم برب المشارق، فلا نه نیست مناسب به انسان که قدر خود کلان بتراشه، خود بالا بگیره، به قرآن تسلیم نشوه، قرآن به نیت پذیرفتن گوش نگیره، به قرآن خود عاجز نکنه، به قرآن خود محتاج نکنه. نه نیست مناسب. تو انسان ارزش توسط تکمیل اونمو قوت‌هایی است که الله برات ارزانی کرده، تکمیل او قوت‌ها یا در ثمر رساندن او قوت‌ها توسط تربیه قرآن میشه که قرآن بری تو تربیه میده که در اینمی حالت اینی کار بکو، در این مقام میرسی. و این مردم از قرآن قدر تکبر میکنه. اقسم برب المشارق، قسم یاد میکنم برب مشارق، یعنی مشرقا و المغارب، مغربا، یا است که هر روز مشرقی علایده است و هر روز مغربی علایده است. کل زیر الله میگه که خب با چشم سر شما میبینی که طلوع آفتاب میکنه، غروب آفتاب میکنه.
اشاره میکنه انا لقادرون که ما قدرت داریم بالای چی؟ علی ان نبدل که ما عوض بیاریم خیرا بهتر منهم از یا کرده، قومی را پیدا کنیم که از یا کرده بالکل بهتر باشه، تا بیدا بری قرآن باشه، قرآن با شوق دل با اخلاص دل بشنوه. و ما نحن بمسبوقین، ما نیستیم از قدرت ما بیرون شوندگان نیسته که ما عاجز شویم یا از پیش ما فرار کنه، این کار کرده نمیتونه. قرآن اینجا را بیان کرده. یقینا نمیطور بود اهل مکه قرآن نشنیدن، اما الله قومی را پیدا کرد در مدینه که اتر پابند قرآن بود، بلکه یک لحظه مجلس پیغمبر قطعا اعلان نمیکردن، دلشان نمیشد که برود در خانه. گپ در حدی رسیده بود که در بین بچه و نوکر و غلام خود نوبت انداخته بود. در یک لحظه در مجلس پیغمبر خودش بود، وقتی که خود میرفت غلام خود روان میکرد در مجلس پیغمبر، که در مجلس پیغمبر کدام سخن گفته میشه از ما فوت نشوه. اما تر قوم الله تبارک و تعالی پیدا کرد. اینجا مردمای حق پرستی تر فکر نکنه که اگر اینجا کسی قبول نمیکنه گپی مرا دیگه جای برم دیگه هم قبول نمیکنه. نه، الله عوض میده. اتر مردمایی که جان خود سری تو فدا بکنه الله ایره تبدیل میکنه. بله، نعمت که در اول مردم رسیده واش ناشکری میکنه، این بدبخت مردم است که از اون نعمت استفاده نمیکنه او به دیگه مردم میره. فذرهم یخوضوا، بگذاری آره پیغمبر علیه السلام، بگذاری مردم قرآن نعوذ بالله ببادی بازیچه گرفته، نعوذ بالله سری از زیرش خند میزنه، گاهی میایه گاهی میرن، گروپ شده، همینطور کارا میکنه. فذرهم، بگذاری آره یخوضوا، یا مشغول باشن، یعنی در سخنای باطل خود، در پروپاگاند خود، در تبلیغات نادرستی خود، و یلعبو، مشغول باشه در محبت دنیا، خب بازی کنه قطی دنیا، حتی یلاقی یومهم الذی، تایی که رو برو شون عذابی و روزه الذی، امو عذاب یوعدونه که امرایشان وعده کرده میشه، یا امو روز که امرایشان وعده شده. یوم یخرجون، در روزی که میبراین من الاجداث، از قبرها، سراعا خیلی بجلتی، در دنیا خود در امر الله، در فرمان الله ایج اعتنا نمی کردن. اونجا که یک آواز شوه کلگی از قبرها بجلتی میبره، که انام گویا که ایشان الا نصوبن، بسوی یک نشانه یفیدون میدون، یک یا میبرن از قبرها که انام تو بگوی الا نصوبن، به مو بتایی که پرستش و تعظیم میکردن که صوبکی یکی از دیگه پیشی میکردن، یفیدون میدویدن. آلی دیده شما این معامله در کجاست خبر داره؟ غیر از سنگ حجر الاسود که اورم او نمو پیش دستی را هم مردم از جهالت میکنن، در دین او طور نیست که ازدحام باشه که دی خود لغت کنه که من سنگ حجر الاسود بوسه کنم. نکو، آساد بگرد. بوسه کردن فرض نیست، توان که نداری از دور الله اکبر دست بالا میکنی تیر شو. این جهال میکنه، خود یه عربی کارا رو نمیکنه و مردم ها میدونه که طریقه تعظیم ازی چی رقم است. مردم های جاهلی ما میکنه. در غیر ازی این معامله در کجاست خبر داری؟ در قبرها، پنجره های قبرها یکی زور زدن است، در قبرها یکی از دیگه پیشودن است که سجده کنه. یک دفعه شما ببینی همین اینترنت و کامپیوترها فیلمایش ببینی که در قبرها چی گپ است. همین مردمی که دعوای دین میکنه، دعوای محبت اهل بیت میکنه، باز بری که قبرها چی رقم حال است. یک قبر سخی مزعومی برای در نوروز که چال است، کس جای پیدا نمیکنه. این در کدام دین است، در کدام مذهب است؟ کسی خواهی را پیش کنه یک دلیل. قرآن کریم همیطور میگه. اونجا الله یاد میکنه مثل که با نصب اونمو چیزا میگه که قابل تعظیم میدانه، سرش ذبح میکنه. نصب اونمو را میگه در زمان جاهلیت و این زمانه در هر جایی که سرش ذبح میشه اون نصب گفته میشه. امروز هم قبرها محل ذبح هست یا نه؟ خروسا و بزغاله ها در قبرها برده میشه، سرش حلال میشه. برای که در سخی صاحب چقدر یک بزغاله در یک روز چند مرتبه فروخته میشه، یک مجاورش که حقی سخی صاحب بده یا مسلمان است. در کدام مذهب است همی گپ برم بکشه؟ شما خود مذهبی میگیره، مذهبی تا نمیگه پاره گفته. دین چی را میگه؟ قرآن نقل میکنه که انهم تو میگی الا نصبن، بسوی نصب، بسوی آن چیزی که استاده کردن برای عبادت، یفیدونه یا میدون، همون رقم دویدن در اونجا هم میباشه در روز قیامت. اینجا خب پیشی زیاد است، هر کس زور میزنه، خوش میشه که یک دفعه قلفه قطمه در کامپیوتر است
یک دروازه را باب الجنت نام مانده. نعوذ بالله. چی انحرافات دین است در پنجاب است. ببینه که باز خو خیر او رتمن ببینه کمی درس بگیره که مردم در کدام گمراهی روان است. کتاب الله موجود، احادیث پیغمبر موجود، و مردم چی میکنه او چی کارا میکنه. الله کی و دستش در قلف خورد. الله اینجا در روزی سخیم کنم قلف ملفاس گمان میکنم یا نیست؟ قلف است، دیگ است، در زیرش تیر میشه، در بالایش تیر میشه، در پالوش تیر میشه. چی گپ است؟ قدرت الله در هر جای که اینمی بدبختی هست. اینجا کارتی سخی میگه کی هست اینجا؟ اونجا هم کدام سنگ است چی است ما نرفتیم که مردم ده. عجیب گپ است، عجیب. این دین است. عقل امیر تقاضا میکنه. کدام اورام دیگه وقت هیچ کس یاد نمیکنه، فقط الا نوروز است. مخلوق است. شریک شدن حتی به تماشا در اینطور مجلس ها حرام است، نادرست است. دلی از واره تیره میکنه. یادتان باشه در این مورد انشاءالله سبا گپ میزنیم در مورد نوروز که براتان واضح شود. هر نوع عمل در این روزا به خاطر تعظیم روز نوروز و این را بزرگ دانستن، این قطعا نادرست و حرام است، چرا که منع شده و این روز خوشی زردشتی است. خاشعة ابصارهم، پایان می افتاده می باشه، شرمسار و شرمنده می باشه نظرایشان، چشمایشان ترحقهم ذلت، که می پوشانه وار ذلت. ذلك اليوم الذي گفته میشه برشان یمو روزی است کانو که بود یعدون وعده کرده میشدن امرای از یا اونمو عذاب است. عالی بچشی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.